اینترنت عکس یک مهاجر با نام بختیار علیموف را نشر کردند که در شعبه شکسته‌بندی در بیمارستان مرکزی نویه لیوبرسی ولایت مسکو بستری کرده شده است. گفته می شود بختیار علیموف ظاهراً یگان 34 سال داشته، با خود یگان حجت ندارد. او را با علامت‌های آسیب سر و از دست دادن یک قسم خاطرش بستری کردند. بختیار فقط نامش را در یاد دارد و هم میگوید یک خواهر دارد با نام مجگونه که به گفته وی در مسکو زندگی میکند. از همه آنهایی که بختیار علیموف را در این عکس شناختند خواهش می شود که با شعبه شکسته‌بندی بیمارستان لیوبرسی تماس بگیرند. سراغه بیمارستانی که بختیار علیموف بستری است چنین است: ولایت مسکو، شهر لیوبرسی، خیابان اکتبر 338/1، بیمارستان مرکزی نویوی، شعبه شکسته‌بندی آشیانه یکم. تلفن +7 495 554 62 24.